بار تنها که در حالی که تمام بارون میبارید زدم به دل جنگل. تنها چیزی که با خودم بردم کوله پشتین بود که داخلش یه شلوار اضافی، چراغ قوه و سه‌پایه و دوربین بود و کمی خوراک گیرم قرار داشت. من یه عکاس و ویراژگر فیلم هستم و در حال ضبط و تصاویر یک جنگل و بارش و بارون بودم. داستان رو کوتاه کنم، راهمو گم کردم، در تلاش پیدا کردن ماشینم بودم. اون بدترین روز زندگیم بود. وحشت کرده بودم، استرس داشتم و از عصبانیت سر خودم داد میکشیدم و فقط میخواستم ماشینمو پیدا کنم. 1 ساعت بعد از گم شدنم شنیدن صداهای از اطرافم شروع شد. منظورم صدایم از یک جای خاص نیست و همزمان از هر جاهای مختلف صدا شنیده میشد. این بار صدای قدم‌های کسی بود که میترسیدم خرسی بهم حمله کنه. هرچند این فقط در ابتدا بود. سرعتمو کم کردم و صدای قدم‌های خودم به گوش نرسه. اینجوری میتونستم که بشنوم صداهای پایم. این کارو کردم، صدای پا اومد. سریعا سرمو به اون سمت چرخوندم. نیمی از بدن یه انسانو دیدم که پشت یه درخت پنهان شده بود و به جایی که فریاد بکشم، به جایی که باهاش روبرو بشم، کاری که فکر میکردم فقط هوشمندانه بود، با سرعت از اونجا دور شدم که مثل این که اصلا اونو ندیده باشم. هوا لحظه به لحظه تاریکتر میشد. بارون همچنان بارون میومد. من همو سریعتر از همیشه قلبم میتپید. هر لحظه من هر گوشه رو چک میکردم که صدای چی. همونجا موندم که پاهم خیس شده بود. اونجا وایستادم که تا رسیدن به جاده ماشینمو پیدا کنم. نفس راحتمو کشیدم اما دوباره صدای آدم‌ها رو از پشت سرم شنیدم. برگشتم و بازم اونو دیدم. اون یه مرد بود که شاید بگین این چیزی نیست. یه موجود ماورایی میدیدین چی؟ اما بهتون بگم واقعیت یه چیزی وحشتناکی بود. و قبل از این که دوباره پشت درخت بره من ببینمش یه لحظه کوتاه، انگار فکر کرد که من اونو نمیبینم. خیلی گنده به نظر میرسید. قد بلند، درشت هیکل، با شلوار جیم، با جکت آبی. کل چیزی که از قیافه‌اش دیدم عینکش بود. اون شاید 5 متر اونورتر پشت درخت پنهان شده بود و بیشتر از صداهای میلیون‌ها قطره بارون چیزی که میشنیدم این صدا بود. پس 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 پس. پا به فرار گذاشتم. دیگه به هیچ اهمیت نمیدادم. وقتی جاده رو پیدا کردم به دویدن ادامه دادم. اونقدر دویدم که دیگه فرصت رسیدن به من نداشته باشه. بعد به راه رفتن ادامه دادم که تا اینکه به آخره با یه ماشین عبوری سوار شدم که تا جای ماشینم پارک بود منو برسونه. به راننده نگفتم که چه اتفاقی به من افتاده، فقط بهش گفتم که من گم شدم. با ماشینم رسیدم. تا نیم ساعته به خونم رسیدم دیگه. این یه اتفاق برایم دلیلی شد که دیگه پا به جنگلی که تنها هیچ موقع نذارم.